برای گرفتگی صدا چه کنم؟ اول آب یخ نخورید، آب بین غذا ننوشید. این برای خواننده ها و گوینده ها این نسخه است. روغن بادام شیرین 60 سی سی قاشق شکر قاطیش کنید و هم بزنید، صبح شب بخورید. این خش صدا و سرفه های کوتاه برطرف میکنه. و بعد شربت عسل آب گرم بنوشید. بعد بخواید صداتون رو تربیت کنید، برید کوه. وقتی که امتداد میدید کوه رو، اونجا که نفس میزنید حنجرتون باز و بسته میشه، اونجا شروع کنید به خواندن با هر دستگاهی که دوست دارید و شربت عسل آب بنوشید. همونجا در حال راه رفتن به طرف بالا این عسل آب موجب بشه که این تارهای صوتی رو تربیت میکنه و میتونید چه بکنید. تا بی دستگاه نکنید، هر دستگاهی که دوست دارید با همون دستگاه تمرین کنید تو سر بالا رفتن کوه. یعنی روی دستگاه موسیقی خاصی؟ بله دیگه، هر دستگاهی که هر کسی بر اساس صاحب یک دستگاهی طرفدار دستگاهی که میخواد بخوره همون، نه که فقط صدا رو باز کنید. آره. همونجا الکی داد نزنید، بخونید واقعا. به این ترتیب صداتون رو تربیت کنید. خیلی هم خوب.